کاروان اتوبوس‌هایی که شب دوشنبه ظاهراً سربازان مجروح اوکراین را از کارخانه آزوفستال از شهر ماریوپول بیرون آوردند. ارتش اوکراین گفت سعی دارند تعدادی باقی مانده سربازان را از کارخانه بیرون آورند. روز 16 می 53 سرباز سخت مجروح را از آزوفستال برای معالجه به شفاخانه در نزدیکی شهر نووازوفسک بردند. 211 نفر دیگر را از طریق گذرگاه بشری به الیانوفکا رساندند. همه محافظان ماریوپول را به شهرهای بردند که در دست جدای طلبان تحت حمایت روسیه قرار دارند. همین گونه ارتش اوکراین گفت بعد از 2 ماه بمباران شهر ماریوپول از طرف روسیه این شهر را به تمام تسلیم کرد. در این مدت شهری چند هزار نفری به خرابه‌زار تبدیل یافت و هزاران نفر غیر نظامی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین محافظان ماریوپول را قهرمان نامید. ما امیدواریم سربازان خود را نجات میبخشیم. در بینشان مجروحان سخت هستند، معالجه میگیرند. میخواهم بگویم که قهرمانان اوکراین به اوکراین زنده لازمند. وزارت دفاع روسیه از این پیشتر اعلان کرد برای انتقال سربازان مجروح اوکراینی از آزوفستال موافقت کرده است. کیف گفته است سربازان اوکراینی را با سربازان اسیر افتاده روس عوض خواهد کرد. فرماندهان ارتش اوکراین میگویند محافظان آزوفستال با ایستادگی قاطع 20,000 سرباز روس را سرگرم جنگ نگه داشتند و امکان ندادند که روسیه دیگر قسمت‌های اوکراین را زود اشغال کند.